فیلم فرانکنشتاین محصول 2025 ساخته گیلرمو دل تورو. فیلم بر اساس رمان معروف فرانکنشتاین اثر مری شلی ساخته شده که بارها و بارها شاهد نسخه های متفاوتی از اون در دنیای سینما بودیم. فیلم در دو بخش روایت میشه. بخش اول روایت ویکتور یا خالق و بخش دوم روایت هیولا یا مخلوق. اولین و مهمترین نکته‌ای که حین دیدن فیلم توجه مخاطب رو جلب میکنه فیلمبرداری و طراحی صحنه است. از ابتدا تا انتها شاهد قاب‌بندی، رنگ‌ها و طراحی صحنه‌هایی هستیم که به شدت عالی و جذاب و تماشایی کار شده و باعث میشه به خاطر این نکته هم که شده فیلم رو تا انتها تماشا کنیم. نقطه قوت بعدی بازی تماشایی اسکار ایزاک در نقش ویکتور که به شدت خوب و در خدمت فیلمه. ایزاک تونسته نقشی رو ایفا کنه که اوایل فیلم حس مثبت بودن به مخاطب بده و هر چی جلوتر میره با بازی و میمیکش از مثبت تبدیل به منفی بشه و این برای بازیگر دستاورد بزرگیه. یکی دیگه از نکات مثبت فیلم موسیقی الکساندر دسپلاس که به کمک صحنه ها میاد و بار عاطفی صحنه ها رو به مخاطب منتقل میکنه. دل تورو تلاش میکنه یه حرفایی درباره خالق و مخلوق بزنه، اما داستانی که در اختیار داره بارها و بارها به شکل‌های گوناگون دیده شده و حرف جدیدی نیست. تفاوتاش با نسخه های قبلی یکی این که میتونه طراحی صحنه باشه که توی این مورد عالی و چشمگیر عمل کرده و دوم اینکه روایت و بطن فیلم برخلاف نسخه های قبلی که تمرکزشون روی ترس و هیجان بود، اینجا دل تورو خواسته فضا رو بیشتر به سمت تراژیک بودن ببره و روی مفهوم خالق و مخلوق کار کنه. در کل فیلم فرانکنشتاین شاید تو کارنامه دل تورو به پای آثار قدرتمندش مثل هزار توی پهن یا ستون فقرات شیطان نرسه، اما فیلم بدی نیست و برای یک بار تماشا گزینه خوبیه. فیلم فرانکنشتاین محصول 2025 ساخته گیلرمو دل تورو. فیلم بر اساس رمان معروف فرانکنشتاین اثر مری شلی ساخته شده که بارها و بارها شاهد نسخه های متفاوتی از اون در دنیای سینما بودیم. فیلم در دو بخش روایت میشه. بخش اول روایت ویکتور یا خالق و بخش دوم روایت هیولا یا